از دیدن الیگاتورها که خارج شدیم و گرفتن ماهی پیرانا، راهمون رو برگشتمون داشتیم به سمت محل اقامتمون و البته اونجا صحبت از این بود که چقدر این آفتاب سوختگی ها اذیت کننده است. محمد رو دیدیم تو واحد که کاملا بر یک پوست دیگه ورق برگشته بود، بجز اون پوستی که تو منطقه پانتانال کامل برگشته بود. این لایه دوم پوستی بود که هممون کم و بیش اینو گذروندیم. حالا من که آستین بلند بودم کمتر، ولی اونایی که آستین کوتاه بودن اینجوری شدیدتر. در راه گفتم مگنو، میتونم ازت یه سوال بپرسم؟ حرفایی که در رابطه با الیگاتور زدی واقعا واقعیه؟ من اصلا فکر نمی‌کنم اونقدر که شما میگی بزرگ باشه. گفت شما الیگاتور واقعی رو ندیدین. من یک بار یک عکس هم از الیگاتور بذار بهتون نشون بدم. عکسشو به من نشون داد. بعد دکتر روشنی گفت امکان نداره، این احتمال فتوشاپه. بعد که خوب به چهرهش نگاه کرد، همون کسی که نفر دوم واسطاده، دید نه واقعا خودشه، خود همون راهنما بود. گفتیم چی شده که اونو شکار کردیم؟ مگه نمیگی اینجا ما الیگاتورها شکار نمی‌کنیم؟ گفت وقتی که آب اومده بود بالا تا نزدیک خونه هامون رسیده بود، این الیگاتور بزرگ اومده بود توی جلوی در خونه ها و به همون صدمه می‌خواست بزنه. برای همین ما مجبور شدیم که بکشیمش. وقتی برام خوردیمش. گفتم خوردینش؟ گفت آره، طعمش مثل جوجه است، گوشت سفید داره، خیلی خوشمزه است. برای خود دیگه همون یک بار بود، چون دیگه هیچ وقت نزدیک خونه‌مون نیومدن. در حین صحبت هامون مگنو توضیح میداد که تا چند سال پیش مردم برای تهیه برق از ژنراتور استفاده میکردن. هر کسی یک ژنراتور داشتش، چون خونه ها خیلی پراکنده بود. در تمام منطقه‌های جنگلی و رودخانه آمازون در سراسر این منطقه. اما ژنراتور هزینه خیلی زیادی برای مردم داشت و خب طبیعیه که مردم برای جبران اون از ماهیگیری استفاده میکردن و ماهی زیادی رو میگرفتن و به بازار عرضه میکردن. اما دولت بزدی در چند سال اخیر همه اینا رو باز از طریق رودخانه برق کشی کرده و چون مردم در دل جنگل زندگی نمیکنن، مردم در حاشیه رودخانه هستن. حالا این رودخانه ها گفتم 1100 تا رود هست، ولی از طریق این رودخانه ها برق کشی انجام شده و به یک شرط، به شرط این که چون نصف هزینه خانوار رو زمانی که ژنراتور استفاده میکردن ژنراتورها براشون ایجاد میکرد، ماهیگیری رو هم نصف کنن، یعنی حجم ماهی گرفتن نصف شده. اما توان افراد فرق نکرده. البته به نظر رفاهی ما ژنراتور به همون راحت تر بود، چون دیگه قطع و وصل به اون شکل نمیشد. اما خب این برقا وقتی قطع و وصل میشه، ولی در حال اون باعث شده که ماهی‌ها خیلی بیشتر بشن و برگرده به همون زمانی که در قدیم ماهی میگن وجود داشته. خیلی الان تعداد ماهی‌ها بیشتر شده. از دور در اون ور رودخانه در کنار ساحل مگنو میگفتش که بالای درخت رو نگاه کنین، یک حیوان تنبل اونجاست. حیوان تنبل، یا به قول ما ایرانی‌ها که همش اون رو اسم حیوان تنبل میبریم، در واقع همون اصطلاح معروفه، اما معروفیتش به خاطر حرکت کندی که داره. اینقدر این حیوان کند حرکت میکنه که بدونین که روی بدن جلبک هم رشد میکنن. تعجب نکنید، تنها حیوانیه که جلبک مثل زمین روش رشد میکنه و حتی اصلا نمای سبز رنگ هم براش ایجاد میکنه که در واقع نوعی گیاه هستن. خب طبیعیه که وقتی یک حیوانی به اندازه حرکت یک گیاه در مقابل باد در طول روز حرکتش بیشتر نباشه، این مشکل پیش میاد. حیوان تنبل خوابش زیاد نیست، 10 ساعت بیشتر در روز نمیخوابه، ولی وقتی بیداره هم حرکتی آنچنانی نداره و این فرصت رو میده که حتی گیاهان هم رشد بکنن در بدنش. حیوان بسیار جالبیه، خیلی مهربون. دو تا دستش در واقع فقط 3 تا انگشت داره و این 3 تا انگشت خیلی ناخن بلندی پیدا میکنه و بهش فرصت میده که از درخت‌ها آویزون بشه. اما نکته جالب دیگه در مورد حیوان تنبل اینه که این حیوانات وقتی که میخوان اجابت مزاج بکنن، تنها حیوانی هستن که همزمان با هم، برای که نمیخوان انرژیشون تلف بشه، مدفوع و ادرارشون رو همزمان با هم انجام میدن
و حتی هفته یک بار هم بیشتر این کار انجام نمیدن، خیلی کند و خیانو، برای همزمان که انرژیشون تلف نشه. و در این حال وقتی هم که بمیرن همینجور که آویزون از درخت باشن همینجور آویزون هم از درخت باقی میمونن، چون چنگاله محکمی که به درخت بستن بعد مرگشون شل نمیشه که اونا بیفتن پایین. تقریبا همیشه بالای درختن، چون پایین اومدن برشون خطرناکه، حرکتی ندارن که بخوان خودشون نجات بدن، ترجیح میدن که تقریبا تمام اوقات بالای درخت باقی بمونن.